حالتون عالی باشه. الان ساعت 11:30 و امروز 6 فروردین. فردا آزمون 7 فروردین رو دارم و من دارم خودم رو برای زیست شناسی آماده میکنم. دیروز از صبح تا شب ساعت حدوداً 2 شب من در واقع فصل 1 رو تموم کردم و فصل 2 الان قسمت چشمم، تقریبا میشه گفت انتهای چشمم و اینکه با هم دیگه شروع کنیم به خوندن. قطعا اولین و مهمترین منبع کتاب درسی هستش، ولی در کنارش اگه وقت داشته باشید تست IQ هم بزنید که فوق‌العاده میشه. من خودم از بین کتابایی که حالا تو بازار هست بیشتر از بقیه IQ رو دوست دارم، بخاطر اینکه درسنامه خلاصه‌ای داره و خب در واقع بهتر از خیلی سبزه به نظر خودم. چیزی که حالا خودم استفاده کردم تستاش بیشتر شبیه کنکور میتونه باشه. حالا من گفتار 2 هم دیگه ببینیم چقدر طول میکشه تا گفتار 2 تمام شه، چون گفتار 2 خیلی زیاده. خب من تقریبا بعد از 2 ساعت و خورده‌ای تونستم که در واقع قسمت چشم رو تموم کنم، که البته بخش اعظم چشم رو، یعنی تا سر بیماری‌های چشم رو من دیشب خوندم، تقریبا 1 ساعت و 40 دقیقه شد، ولی از بیماری چشم تا آزمایشم خوندم حدود 36 دقیقه طول کشید با تایمری که من گذاشتم در واقع. حالا میخوام بخش شنوایی و تعادل رو بخونم، یعنی از اینجا اینا همه شاملش هست تا این صفحه، تا صفحه 31 میشه، یعنی این پارت تا اینجا باشه و پارت بعدی بشه مثلا چشایی و گفتار 3 تا اینجا. الان به نظرم این پارت خوبه تا اینجا که یه کمی هم بعدش بتونم استراحت بکنم. و اینکه این حالا این نکتهایی که میبینید داخل کتاب نوشته شده چیزایی که خود معلم گفته، وگرنه من اونطوری نیست که بیام نکته های مثلا کتاب تستا و مثلا چیزایی که میخونم و وارد کتاب بکنم، بخاطر اینکه اصلا کتاب خیلی شلوغ تر از اینی که هست میشه و خب بالاخره زمان برم هست. پس بریم شروع کنیم ببینیم از شنوایی تعادل، یعنی از اینجا تا دقیقا صفحه 31 چه مدت طول میکشه، چقدر میشه. بریم. و زمان گذشت و الان ساعت 11:15 شبه. من تا ساعت 2 درس خوندم، بعدش یه قسمت سریال مورد علاقه رو دیدم، تا نیم ساعت 40 دقیقه بیشتر طول نکشید. بعد دیگه چون خیلی خسته بودم خوابیدم و عصرم رفتیم عید دیدنی و در نتیجه زمان گذشت تا به این ساعت 11:30 شب رسیدیم. گفتم برای آزمون فردا تابلوی نوروزی بیارید، ولی من اصلا کاملش نکردم، داخل برنامه خودم نوشتمش تابلوی نوروزی و به نظر خب خیلی به درد بخور نبود، نمیدونم، ولی دیگه الان درسته دیر وقته ولی من کم نمیارم و از تمام فرصتایی که هست باید استفاده کرد. الان بریم استارت بزنیم، ادامه فصل 2 مونده، اون رو قشنگ بخونیم، بعد بریم سراغ فصل 4 ببینم تو چقدر انرژی دارم. پس بزن بریم تا ببینیم که چی میشه و چقدر میتونم ادامه بدم. خیلی ناامید کننده نبود، بد نبود. حالا انشالله برای امتحان بعدی که در واقع میشه فکر میکنم بشه 15 فروردین، این هم جمعه دیگه در واقع، انشالله برای اون بتونم در بسته شد، انشالله برای اون بتونم که نتیجه خیلی
بهتری رو داشته باشن. بریم که دیگه دوباره براتون فیلم میگیرم. مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. یه روز نه 2 روز در واقع با من بودید. لطفاً کانالمو دنبال کنید و در واقع ویدیو رو اگه دوست داشتید لایک کنید. الان اومدم لب پنجره و بهتره تا زمانی که کارنامه ها میاد و نتیجه رو به شما اعلام کنم. یا مثلا زیستی که بیشتر تایم گذاشتم شبات بازم خب به زیست کامل نرسیدم ولی بهتون اعلام کنم که مثلا چند درصد زدم و چطور بود. حالا با توجه به حالا اون تایم کمی که در واقع من گذاشتم صبر کنیم تا 12 به بعد فکر کنم دیگه نتایج بیاد و خب تا وقتی که نتایج میاد من برم یه قسمت سریال مردگان متحرک ببینم. فصل 3 هستم. شما این سریال میبینید یا دیدید قبلا چون قدیمیه. برم اونو ببینم و منتظر اعلام نتایج باشم به شما بگم و بعد ویدیو رو براتون آپلود کنم داخل یوتیوب. اگه پیشنهادی داشتید، ایده‌ای داشتید که فیلم بگیرم به من حتما بگید. کامنت ها رو میخونم. مرسی که ویدیو رو دیدید. آخر هر فیلم اینو میگم تا نتایج بیاد بهتون میگم. فعلا خداحافظ.